همه ما در معبد بودیم. یک ستون کوچک اتفاقی بر زمین افتاد و شکست و توجه ما را به خود جلب کرد. درونش خالی بود، اما هوشتانه آشکار کرد که درون آن کتاب‌های باستانی گرانبهایی وجود دارد. سپس آنها را با شکوه خاصی به همگان نشان داد. از اینکه دیدیم متوجه چیزی با این اهمیت نشده ایم غافلگیر شدیم، چرا که در آنجا به این سخنان بسیار ارزشمند هوشتانه پی بردیم. طبیعت در طبیعت افسون می شود. طبیعت بر طبیعت فاتح می شود. طبیعت بر طبیعت چیره می شود. اینها سخنان بولس مندس، فیلسوف بزرگ یونان باستان، که ماجرای کشف نوشته‌های خردمندانه باستانی رو اینطور تعریف کرده. همون جایی که لوح زمرد که راز سنگ کیمیا به خط آتلانتیس بر روی اون حک شده هم پیدا شد. اینجا 2 نکته وجود داره که قطعاً برای شما مبهم هستند. یکی تمدن آتلانتیس و دومی لوح زمرد. آتلانتیس جزیره‌ای افسانه‌ای بود که افلاطون و بعضی دیگه از فلاسفه یونان بهش اشاره کردند. افلاطون اینطور میگه: 12,000 سال پیش جزیره‌ای بوده است بزرگ با تمدنی ستایش‌انگیز موسوم با آتلانتیس. آنها افزون بر 20 میلیون نفر بودند که در جزیره‌ای خوش آب و هوا به وسعت 154,000 مایل مربع زندگی می‌کردند. در جنگل‌های انبوه آتلانتیس انواع جانوران بزرگ و کوچک می‌زیستند و شهرهای آباد آن با ساختمان‌های بزرگ به شکل هرم. درخشش نور بود و مرمر. در بزرگداشت اطلس معبدی با شکوه ساخته بودند که دیوارهای بزرگی داشت و درهای آن تزئین شده از سنگ‌ها و فلزات قیمتی بود و در زیر نور خورشید همچون الماس می درخشید. مقدس ترین حیوان در نزد مردمان آتلانتیس گاو نر بود که مظهر قدرت به شمار می رفت و به عنوان برترین هدیه به پیشگاه اطلس با مراسمی شکوهمند در برابر معبد بزرگ قربانی می شد تا فوران خون سنگ‌های مرمر را رنگامیزی کند. در ادامه افلاطون میگه قدرت اونها روز افزون شد و اعتقاد و ایمان خودشون رو از دست دادند. روح احساس و کمک در آنها دیگر از بین رفته بود. آنها اعتقاد و ایمان خود را از دست داده بودند. آنها با سپاهیانی بیشمار قصد فتح آتن و سرزمین‌های شرق را داشتند، اما زئوس طوفانی بر آنها نازل کرد. مجازاتی که به هیچ وجه قابل تصور نبود. طوفان باعث زمین لرزه و سیل‌های بزرگی شد که یک شبانه روز به شدت ادامه داشت. دریا جزیره آتلانتیس را به زیر خود فرو برد و ناپدید گشت. اقیانوس در آن نقطه به مکانی غیر قابل عبور و جستجو تبدیل شده است. درباره اینکه آتلانتیس امروزه دقیقاً کجاست فرضیاتی وجود داره، ولی هنوز هیچ مدرکی وجود نداره که ثابت کنه این تمدن واقعاً وجود داشته. ولی با توجه به نوشته‌های افلاطون وجود اون هم هرگز رد نشد. و اما نکته دوم، لوح زمرد. روی کتیبه زمرد متنی اسرارآمیز حک شده که اصول کیمیاگری و رابطه بین جهان ما و جهان بزرگ کائنات رو شرح میده. مشهورترین جمله کتیبه زمرد اینه: آنچه بالاست در پایین نیز هست و آنچه پایین است در بالا نیز هست. اما بریم سراغ ماجرای هوشتانه مشهور. هوشتانه فیلسوف و کیمیاگر بزرگ ایرانی روزگار فرمانروایی خشایار شد و این پادشاه بزرگ رو در لشکرکشی به یونان همراهی کرد. خیلی از فلاسفه بزرگ یونان مثل فیثاغورس، امپدوکلس، دموکریت و افلاطون برای آگاهی از مکتب این مرد بزرگ مسافت‌های طولانی رو سفر کردند و بعدها این آموزش‌ها رو به یونانی‌ها انتقال دادند. البته این نکته هم خیلی اهمیت داره که نام هوشتانه در منابع یونانی اوستن ذکر شده و
و نامی رایج بین مغان بوده و قطعا ما چندین نفر با این نام داشتیم که برجسته بودن و شهرت داشتن. هوشتانه رو نخستین جادوگر تاریخ میدونن و نوشته های زیادی رو به این کیمیاگر ایرانی نسبت میدن. پلینیوس، فیلسوف بزرگ و مشهور رومی که چند سده بعد از هوشتانه زندگی میکرد، نقل قولی از هوشتانه درباره کیمیاگری گفته که از این قراره: آنچنان که هوشتانه گفت، انواع گوناگونی از کیمیا وجود دارد. او ادعای غیبگویی از آب، ارواح، هوا، ستاره‌ها، چراغ‌ها، حوض‌ها و تبرها و همچنین صحبت با ارواح و درگذشتگان را دارد. هوشتانه فریبنده ترین هنرها یعنی کیمیاگری را به یونانیان معرفی کرد. البته باید این رو بدونید که پلینیوس خودش به کیمیاگری اعتقاد زیادی داشته و برداشت‌های خودش رو از گفته‌های هوشتانه ارائه داده که احتمالاً کیمیا و جادو نبوده، بلکه مطالبی علمی بوده که تا به دست پلینیوس برسه در گذر سده‌ها برچسب کیمیا و جادو بهش زدن. جالب و شگفت‌انگیزتر از همه این که دموکریت، فیلسوف یونانی که اولین کسی بود که اعتقاد داشت تمام اشیا از ذره‌ای با نام اتم به وجود اومدن که این ذره از لحاظ فیزیکی قابل تقسیم نیست، از شاگردهای برجسته هوشتانه بوده. پلینیوس در ادامه میگه هوشتانه یک دیوانگی محض در میان یونانیان حتی فلاسفه به وجود آورد. البته که ما امروزه نباید به اون چیزهایی که در مورد جادوهای هوشتانه میگفتن توجه کنیم. مردم اون روزگار درک درستی از علم نداشتن. آدمیزاد همیشه در طول تاریخ به دنبال ثروت و جاودانگی بوده و همیشه پژوهشگرای کیمیاگری به دنبال اکسیر جاودانگی و همچنین ماده‌ای بودن که سنگ رو به طلا تبدیل کنه و مردمان باستان هوشتانه رو آگاه به این معماها می‌دونستن و هر چیزی رو که درک نکردن بهش برچسب جادو زدن. وگرنه افلاطون و فیثاغورس که اندیشمند و دانشمند بودن قطعاً برای یاد گرفتن جادو رنج سفر و آموزش دیدن از هوشتانه رو به جون نخریدن و قطعاً دانش هوشتانه چیزی فراتر از اینها بوده. جالبه که تو غرب مغ‌ها رو افرادی اسرارآمیز جادوگر می‌دونستن و واژه ماجیک از واژه مغ یا همون مجوس ایرانی گرفته شد. در 3 حمله بزرگ اسکندر و اعراب و مغولان بسیاری از کتاب‌های باستانی ایرانی‌ها نابود و یا به سرقت رفتن و به تبع اون نام خیلی از دانشمندای باستانی ایران هم از یادها رفت و متاسفانه در گذر روزگاران نسخه‌های پارسی نوشته‌های هوشتانه هم دچار همین بلا شدند و امروزه در دسترس ما نیستند. نوشته‌های موجود بیشتر ترجمه‌های عربی از روی منابع سوریانی، پهلوی، اوستایی و یونانی هستند. هوشتانه را به عنوان مرجعی تو کیمیاگری، غیبگویی، پیشگویی و خواص عرفانی گیاهان و سنگ‌ها می‌دونن و افسانه‌های زیادی رو بهش نسبت دادن. اینم خیلی جالب که در قرون وسطا تو اروپا مواد کیمیاگری بسیاری با نام هوشتانه فروخته می شده.